قبل از اینکه برای فارسا برای مملکتمون باشه این مال آذربایجانه. ما هم افتخار میکنیم، هیچ موقع هم به افتخارشون خواهش کنم چپ بزنیم. یه عذرخواهی بکنم. صبر کن استاد، صبر کن. شما ببخشید من یه سوال ازتون دارم. چرا جبهه‌گیری میکنین علیه ایشون؟ اتفاقی که گوش کنین چه خطی؟ مگه ببخشین عذر میخوام ما تو زمین نبودیم؟ چه خطی؟ 120 دقیقه کجای دنیا آدم فوش میشنوه؟ 120 دقیقه سنگ میندازن. چرا خودتون رو گول میزنین؟ ببخشید خیلی صبر کن. سنگ گزارش ناظر رو ببین چقدر. مسئله خاصی ندیدم، البته یه مقدار تماشاچی شعارهایی میداد که اونو من تو گزارشم می‌نویسم. آقای از کجا افتاده؟ از کجا افتاده؟ اونجا افتاده دیگه. افتاده دیگه. چند تا میزنه؟ یه دونش این تازه یکیشه، فکر کنم 40,000 تا اینا ریختن بکنم. بازی که ببخشید از اولش فوش باشه. شما فکر میکنی این عملی که انجام میدن تو کجای دنیا اتفاق میفته؟ شما ببخشید عذر میخوام، شما جای من علی دایی اهل آذربایجانه. علی دایی باید تیمش یه جوری بفرستی که ببخشید 10 تا گل بخوره. اونجوری ما بی غیرت میشیم، بی شرف میشیم. اونایی که به من توهین میکنن، به کریم باقری که جوونیشو گذاشته واسه استان آذربایجان تبریز. شماها باید الگو باشین واسه همه جای ایران، نه اینکه آذربایجانی که کریم باقری رو میده تمام دنیا ایرانو با اسم کریم باقری یا امثال کریم میشناسن. شما تو شهر خودش بهش توهین میکنین، از اون ور یه دونه خیابون به اسم کریم باقری میکنین، از این ور یه استادیوم بهش فوش میده. مگه ببخشید عذر میخوام، ما شرف و غیرتمون رو از سر راه آوردیم، یه عده کسایی که اصلا واسه فوتبال نمیان. عذر میخوام اینجا ایران است، گوش کن. دارم حرف میزنم گوش کن. اینجا ببخشید ایرانه، آذربایجان مال ایرانه. اصلا چنین چیزی امکان داره؟ آذربایجان رو تشویق میکنن؟ خجالت نمیکشید؟ تو استادیوم همه فیلمش هست، حرف نزنید. شما ببخشید عذر میخوام، اینجا ایرانه، آذربایجان مال ایرانه، فراموش نکنید. یه سری آدم ها دنبال مسائل دیگه هن. کسی اصلا استادیوم نمیاد واسه فوتبال. متاسفانه کسایی که میان دنبال فوتبال نیست. شاید خیلیشون بپرسین اصلا از نتیجه بازی خبردار نبودن، بازی تموم شده بود، چون دنبال فوتبال نمیان. من اصلا ناراحت این نیستم که تا صبح ببخشید فوش بدم. شما چرا خودتون رو گول میزنین؟ شما نمیشنوین؟ نشنیدی صبر کن. شما ببخشید تراکتور چه ربطی داره به الان؟ سنگا رو نشون بدیم بهشون. سنگا رو بهشون نشون بدیم که ببینید چی کار دارن میکنن. فوشای فضاحتی که اینجا به ما دادن، سنگایی که زدن تو هیچ جای دنیا من ندیدم. الان ببین ما ببخشید تو تهرانم طرفدارای شما کریم باقری رو با بطری زدن، فوش دادن. قبلش چیه کریم؟ شما چرا ببخشید شعار نجات پرستی چیه؟ مگه ببخشید ما از یه مملکتیم، چرا نمیفهمیم؟ همه ما ایرونیم، آذربایجان، نمیدونم ترک، کرد، عرب، هممون مال ایرانیم. چرا نمیفهمین؟ شما ببخشید مسائل دیگر رو وارد این مسئله کردیم. چی میگه؟ ببخشید شما عذر میخوام، همین کارات باعث میشه. من یه سوال دارم، یه آدم تحصیل کرده، یه آدمی که 2 کلاس سواد خونده باشه، به خاطر اینکه من مربی پرسپولیسم
به خودش اجازه میده که من بی غیرت بشم. غیرت و شرف اونه که به خاطر پولی که در میاری ببخشید از دو مایه بذاری، پول حلال سر سفرت ببری. مثل این که مثلا من باید تیممو یه جوری بچینم که تیم شهرداری بیاد 10 تا به پرسپولیس بزنه، اون موقع من میشم آدم با غیرت و با شرف. اگه اینجوری باشه عذر میخوام، گوش کن، اگه اینجوری باشه اهوازی جلوی فولاد بازی نمیکنه، نمیدونم شیرازی جلوی تیم شیراز نباید بازی کنه. اصلا شما فوتبال رو ول کردین، وارد یه سری مسائل دیگه شدین. معلومه تو این جو داورم میترسه 7 دقیقه وقت اضافه میگیره. معلومه تو این جو ورزشگاه آقای باقری از پشت میزنن تو همون صحنه اوت، خطا نمیگیره میره تو ته تورمون. مگه اینجا فوتبال بازی میشه؟ شما مگه اینجا اجازه هسته که مسائل فنی تیم برنده رو مشخص بکنه؟ من نمیدونم، یه بار باید ترس رو گذاشت کنار، یه بار باید محکم برخورد کرد. چجوری ما داریم از منافع خودمون، کسی به ما علیه ما صحبت میکنه، میایم مصاحبه میکنیم، از خودمون دفاع میکنیم، محروم میشیم، جریمه مالی میبندن، 1000 تا چیز دیگه. اما به این همین راحتی 90 دقیقه 100 دقیقه فوش میخوریم، کسی هم جوابگو نیست. چرا فدراسیون فوتبال واسه پخ کردن تیم پرسپولیس محروم میکنه، اما الان این وضعیت رو شما تو تبریز میبینیم کاری نمیکنه؟ مگه میشه چنین چیزی؟ حالا بیایم ببینیم که چیکار میکنه. با از حالا شما ببخشید خبرنگاری، من اصلا فکر نکنم خبرنگار باشی، اصلا خبرنگار نیست استاد، اصلا خبرنگار نیست داداشم. دیدید کنفرانس خبری بعد از بازی پرسپولیس شهرداری تبریز و اتفاقی در این مسابقه رخ داد. ارتباط با آقای میر معصوم سهرابی، مدیر عامل فوتبالی باشگاه شهرداری تبریز هم برقرار. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سهرابی، شبتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم شب عرض می‌کنم و عرض سلام ادب دارم خدمت بینندگان برنامه 90. همچنین تبریک می‌کنم فرارسیدن هفته دفاع مقدس. آقای سهرابی، در مورد اتفاقاتی که در این مسابقه رخ، اول درباره این صحبت‌های آقای دایی، شما حتما تو ورزشگاه حاضر بودید، فکر کنم از نزدیک دیدید دیگه، یعنی نمیشه کتمان کرد و انکار کرد این اتفاقاتو. شما صحبت می‌کنید؟ بله آقای فردوسی، که مستحضرید بازی شهرداری تبریز با پیروزی تهران در یک روز غیر تعطیل برگزار شد. شما دیدید نزدیک به 20,000 تماشاگر فهیم تبریزی در استادیوم حضور داشتند و از دقیقه 1 تا دقیقه 90 تیم محبوب شهرشون رو تشویق کردن. ما تو این بازی نکات خیلی مثبتی بود که ما اینا پرداخت نکردیم، فقط ما یه عده تماشاگر ما اومدن یه شعاری دادن، فقط به اونا پرداخت. آقای دایی هم زیاد مغلطه میکرد اونجا. اینا دیگه آقای فردوسی پور، دیگه اون دوران گذشته که تیم تبریز پرسپولیس و استقلال بیان تبریز و نصف استادیوم به نفع اونها شعار بده یا تشویقشون کنه. الان تماشاگر بحث این که طرفدارای تبریزی بسیار پرشور هستن تیمشون رو تشویق میکنن، اصلا هیچ الان به قول شما بازی با استقلال، بازی پرسپولیس، همه اونجا تیم محبوبشون مال شهرداری تراکتور رو تشویق میکنن. اما این صحبتایی که میشد و فوشایی که بعدی دایی و کریم باقری میدونید، سنگای گنده‌ای که مینداختن قشنگ میتونست بکشه آدم‌ها رو، اینا رو شما چی میگید؟ البته آقای فردوسی بود یه مورد سنگ اونجا بود، اونا میگفتن 30 کیلو سنگ انداخته، اینا همش مغلطه از خود. بعد نماینده شما خودتون مصاحبه نماینده فدراسیون فوتبال اونجا ناظر بازی رو دیدید، بعد شما بیاید همون جریان تو بازی پرسپولیس با تراکتورسازی مقایسه کنید. اونجا سنگ بود، بطری بود، جا اینجا اصلا تو بازی با پرسپولیس و شهرداری نه از بطری خبری بود نه از سنگ. یه دونه سنگ پیدا کرده، اونو پیرهن عثمان کرده آقای بازیکنان تیم پرسپولیس. الان 3 تا سنگ، یکی دست ابراهیم آشتیانی بود، ابراهیم شکوری بود. زمین که تماشاگر اونجا دور بر زمین که پیدا میشه، من اصلا اینجاست آقای فردوسی بود، نه اون بازی اون همه چیز جنجال بود که اون آقای داین رو چیز میکنه زیاد گندش کرد. ما اون بازی تماشاگر تبریزی از دقیقه 1 تا دقیقه 90 تیم تبریز و شهرداری رو تشویق کرد. متأسفانه دقیقه الان یا خوشبختانه تیم پیروزی دقیقه 95 گل خورده، اومده اینا رو چیز میکنه که توجیه مساوی صحبتایی که این توهینایی که به آقای دایا باقری هم میکردن هم شما تکذیب میکنید؟ اونجا توهین شد.